بر جلال و بشانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با کوه و بدشت و بدامان تو، با مرغی بلند آشیانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را به پایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. ما باید برای به دست آوردن استقلالیت دولتی تاجیکستان تلاش بورزیم و من فکر میکنم که این یک نهضت مردمی که نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام جمهوری های سابق شوروی، تمام خلق های سابق شوروی خاص بودن. همه اونها برای این تلاش کردند و امروز هم خلق های سابق شوروی، تمام جمهوری ها در همین مرحله قرار دارند، یعنی مرحله به دست آوردن استقلالیت دولتی و ایجاد یک دولت مستقل ملی. بحر برد تاریخ زارین تو، به نام آورانی زمانت قسم، به ختلان و بلخ و بدخشان تو، به خوجند و هم زرفشانت قسم، به پیرانی با علم کانی حیات، به فردای نسلی جوانت قسم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. این کشور مال همه همین ملت است. ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، روس دارد، قزاق دارد، ترکمن دارد، ملت کمونیست دارد، اسلامی دارد، ملت لایق دارد، دنیوی دارد، همه چیز دارد. هر کس که به مقابل آرمان‌های کسی دیگر برای سد راه شدن اون کاری میکند یا نمیخواهد که این قشر از ملت آرمان‌های خود را آزادانه تطبیق کنند در حیات، این دشمن این ملت است. وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته، زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، به جای عاشقانی غره مرگ و شیر مردی تو، بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بگنجی گوهر باری پاکی زد، بجانت 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 قسم، بهر برگی سرخی گلی لالت، با آرمانی خوش خفتگانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را به پایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. قسم قسم به نامت ای وطن، قسم قسم به نامت ای وطن. ما اینجا نشستگان فرزند یوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد.
ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، پدران و مادران مهربان، امیدوارم که همگی خوب و سلامت هستید. من با شما هستم سلیم سلطانزاده در برنامه امروزه 60 دقیقه پلوس. ما تصمیم گرفتیم یک موضوعی که امروز ها باید و شاید ما باید دربارش حرف بزنیم، یک صحبت داشته باشیم در این موضوع، و این موضوع هم هست در وابسته به استقلالیت دولتی تاجیکستان. چون 30 سال پیش در این روزها اولین روزهایی بود که جمهوری تاجیکستان استقلالیت خود را اعلام کرده، همچون یک دولت مستقل در صحنه جغرافی دنیا پیدا شد. البته پیش از این تاجیکستان تاریخ‌های در نزدیک، تاریخ دوری نزدیک و در هزار سالها پیش همچون دولتداری و همچون یک ملت و همچون یک مردمی که از خودش آثارها برای تاریخ به جا گذاشته است خود را معرفی کرده بود. البته حالا ما ضرور دانستیم در این باره صحبت ها انجام دهیم و در صحبت ما حرکت کردیم نفرهای را دعوت کنیم که دیدگاه های گوناگون داشته باشند و درباره واقعیت هایی که درباره استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در خاطره های خود دارند، در تجربه های حیات خود دارند، از آنها ما پرسجو کنیم و درباره این سنه این ارزش استقلالیت که بالاترین ارزش برای یک دولت و شهروندان آن هست سوال جواب کنیم. امروزه مهمانان ما دوستان گرامی راهبر پیمان ملی تاجیکستان استاد محیدین کبیری هستند و بعدا ما دعوت کردیم استاد ظفر صوفی رو که همه ما چی در تاجیکستان و چی از بیرون از تاجیکستان با همه ما خیلی شناخته هستند، شاعر و نویسنده که حالا مقیم در اروپا هستند. و سوم مهمان ما عضو شورای راهبری انجمن آزاداندیشان تاجیک اکای عزیز ما علیم شیرزمانوف هستند. همه بزرگان را خوش آمدید بگیم. اکاها صدای من هست براتان؟ بله در من هست. خوش آمدتون هستتون عزیزان. خیلی خرسندم که این دعوت ما رو شما قبول کردید. واقعا در برابر شما اینجا نشسته سوال دادن با شما صحبت کردم برای من کمتر وزبین است، چون که هیجان و سیاست شما خواهیم نخواهیم تاثیر خودش رو میگذارد، اما به هر حال کوشش میکنیم که تا یک صحبت ما صحبت آزاد و صمیمی باشد. در اصل ما میخواستیم یک میز مدور در این موضوع ها باشد، اما متاسفانه از آنی که ما از نگاه جغرافی در یک جا قرار نداریم، همین میز مدور را اگر با اجازه شما در همین کانال برگزار کنیم، در همین برنامه ما برگزار کنیم. و حالا در موضوع اساسی ما که امروز میخوام درباره صحبت کنیم، یعنی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، امید و واقعیت، یعنی چی امیدها داشتیم و داریم و واقعیت چی است، درباره این صحبت‌های داشته باشیم. و اگر حالا من در پیش برای خود یگان سوال آماده نکردم غیر از یک دو معلوماتی که برای تماشابینان میخواهم را پیشنهاد کنم، تمام و باقی آن سوال ها در روند گفتگو پیدا شود و باید دیگر یک صحبت آزاد داشته باشیم. من همچنین یک هم مجری و نماینده مردم که از مردم چند سوال ها گرفته بودم و شما البته نظرهای شخصی خودتان را نیز خواهید گفت. حالا با اجازه شما یک 3 جمله درباره همین روز برای مردم میخوانم، آنچه که در معلومات پیش خود نگاه گرفتم. ببینید دوستان عزیز، آخر سالهای 80 عصر گذشته یک روند دموکراتیک کنانی جامعه از جانب حکومت همروزه که پیسز گوییم راه اندازی شد با نام پرسترویکا که پرسترویکا گرباچوی نیست میگوییم. و در همین روند در کشورها در جمهوری شوروی که وارد سیوز بودن، یعنی اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی بودن، یک روند
یک روند آغاز شد، جنبش سازمان‌های ملی دموکراتیک. و اینا بینید که تاریخ میگوید که 24 آگوست سال 1990 در اجلاس دوم شورای عالی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بار اول اعلامیه استقلالیت جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در هیئت اتحاد شوروی قبول کرده شده است و آن هم مؤلف این اعلامیه بودند شادروان طاهر عبدالجبار. اما در مطلب ها آمده است که این استقلالیت واقعا استقلالیت کامل نبود، چون استقلالیت تاجیکستان را در هیئت اتحاد شوروی میدانست. و بعدا پس از تبدلات گکچپ که در تاریخ با نام گکچپ معروف است 21 آگوست سال 91 این روند دیگر تیز شد و روند با استقلالیت رسیدن کشورهای شوروی خیلی پیشرفت کرد و در نتیجه چقدر که در منبع ها آمده است، در نتیجه در دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیکستان مردم با گرد همایی آمدند و اکثر یک تظاهرات بسیار کلان در دوشنبه بوده است و با طلب مردم اجلاسی غیر نوبتی شورای عالی جمهوری تاجیکستان دعوت می شود و 9 سپتامبر سال 1991 یعنی 33 سال مقدم اجلاسی غیر نوبتی شورای عالی جمهوری تاجیکستان اظهارات درباره استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را قبول میکند که باز این هم معمار استقلال تاجیکستان میتوان گفت، یعنی مؤلف این اعلامیه شادروان طاهر عبدالجبار بودند با امضای قدردین اصلانوف. این از آن معلوماتی که در پیش داشتم و برای خوانندگان رسانیدم. حالا صحبت رو به شما استادان میتیم. اولا باز یک بار شما را همتون را خوش آمدید میگویم و اگر با اجازت همه حاضرین خواهش میکردم از شاید استاد کبیری شما همین روند به استقلالیت رسیدن من جمهوری تاجیکستان را، یعنی خیلی که در بعضی جاها میگن یک چیزی بود که از آسمان گویا فرامد، یعنی مردم اومد تلاش نکردن و در جای شما صحبت کردید گفتید که برای این 100 سال پیش فرضاً مردم تاجیکستان در تلاش بود و با نام باسمچی از باسمچی ها یادآوری کردید در پیام تبریکاتی خود. حالا میخواستم فکر شما رو باز یک بار دیگر در همین روند، یعنی به استقلالیت رسیدن یک جمهوری تاجیکستان مثل یک جمهوری شوروی که از یک هیئت اتحاد شوروی بیرون شد، نظر شما رو فهمم. شما چی نظر دارید در این بابت؟ مرحمت استاد. سلامت باشید سلیم جان. درود به دوستان، به علیم، به ظفر و به شما، به بینندگان هم. من تلاش میکنم خیلی کوتاه صحبت کنم، اگرچه برای ما سیاستمداران کوتاه صحبت کردن بخصوص در تاجیکستان رسم نیست، چون با دیگر دوستانم فرصت صحبت شود. ببینید خیلی خوب که این موضوع رو مطرح کرده ایستادید. شاید که یک صحبت کافی نباشد، دیگر مهمانان هم دعوت شوند و ما چرا فقط بیاییم 9 سپتامبر یک هفته دو هفته در این موضوع صحبت کنیم بعد موضوع رها شود تا 9 سپتامبر سال آینده. خوب میبود که این سلسله صحبت ها در این موضوع شود، بگذار چند ماه دوام کند، چون مسئله استقلالیت مسئله یک روز نیست، یک هفته نیست. ما باید تحلیل کنیم که در این روند در کجا قرار داریم، در کدام مرحله تاریخی قرار داریم، استقلالیت ما چی مشکلی دارد و کجای کار میلنگد، کجا را باید اصلاح کرد. این مقدمه. چند نکته رو میخواستم بگم. اول اینکه من طرفدار آن هستم که ما یک نگاه انتقادی جدید در موضوع استقلالیت چی در تمام این 100 سال اخیر از حرکت آزادی خواهی مجاهدین مبارزین که دیگران آن را همچون حرکت باسمچیگری نام گذاشتن، اون یک تحلیل و تحقیقات جدی با نگاه انتقادی بالایش صورت بگیرد، نه با جانبداری از آنها، نه با سیاه کردن آنها. این چنین این 30-40 سال اخیر بعد از همون روند پرسترویک گورباچوفی که شما در مقدمه گفتید تا بخصوص در همون 5-10 سال اول و نقش حزب کمونیست، نقش حکومت اون زمان، نقش افرادی که در استقلالیت سهم داشتن، بخصوص اون چندین نفری که در این نوار قبل از صحبت شما نشان داده، باید در این باره با نگاه بسیار هم بی‌طرفانه
علمی و انتقادی صحبت ها شود. و امروز مرحله سوم ما تحلیل کنیم که در کجای کار قرار داریم و برای تحکیم استقلالیت چی کار میتوان کرد. خب نظر شخصی من چی است؟ من فکر میکنم که این سه مرحله رو باید از هم جدا کرد و مبارزه‌ای که به نام باسمچی‌ها هستند، من حالا چرا این کلمه رو تکرارا استفاده میکنم؟ چون ما متاسفانه تا به حال برای این روند، برای اون گروه ها یک نام مناسب پیدا نکردیم و مجبوریم که از این اصطلاح همچون اصطلاح کاری استفاده بریم، اما نه به معنای آنکه آن را قبول کردیم اعتراف میکنیم. اونا واقعا یک دوره بسیار حساس بود، برای وطن، برای دین، برای استقلالیت مبارزه بردن علیه اصطلاحگران. حالا جدا از آن که این اصطلاحگران بولشویک با کدام هدف، با کدام شعار می آمدن، اصلا ببینید در یگان جای دنیا هیچ ملت، هیچ کشور اصطلاحگر را به خاطر ساختن و آباد کردن و به خاطر کدام ایده و ارزش خوبش تعریف و تمجید نمیکنند. اصطلاحگر است. همه اصطلاحگر ساخت است، بنیاد کرده است، مکتب، مدرسه وابسته به همون شرایط زمانه خودش. اصطلاحگران انگلیس در هندوستان، نیم جزیره هند راه آهن ساختند، مکتب ساختند و زبان انگلیسی را آوردند که توسط آن نیم جزیره هند وارد جهان و علم و فرهنگ جهانی شد. دقیقاً بولشویک‌ها با آسیا مرکزی همین را آوردند. اروپایی‌ها با امریکا از زمان کریستوفر کلمب سر کرده تا این اصطلاحگری‌های اخیر فرهنگ و زبان و علم بردن. به استرالیا، نوآ زلندیا برده شد ولی هیچ کس اصطلاحگر را سفید نمی‌کند متأسفانه جز از بعض منقوردهای ملت تاجیک. اما باید اعتراف کنیم که اون حرکت استقلال خواهی شکست خورد و در بین یک واکومی تاریخی طولانی بیشتر از 70 سال رو ما داریم. مثلا از سالهای از جنگ دوم جهانی که اون به بهانه جنگ دیگر آخرین گروه‌های استقلال خواهی رو در کوه و کمر و در گوشه‌های تاجیکستان و آسیا مرکزی نابود کردن، چون از قصه‌های بزرگسالانمون میدونستیم که مثلا در منطقه‌های ما تا همون سالهای 30 و 40 نفرانی بودند که پنهانی میگشتن، میومدن دههای خود رو خبر میگرفتن، اما از تعقیب حکومت بلشویکی 10 سالها در همون کوه و کمر مبارزه می‌بردن، پنهان می‌شدن. اونها یا با مرگ طبیعی از دنیا رفتن یا نابود شدن. بعد از جنگ دوم جهانی ما یک مرحله کرختی داریم که استقلال خواهی و آزادی خواهی خیلی محدود در شکل‌های گوناگون، مثلا در فعالیت‌های استاد عینی به خاطر خط فارسی، به خاطر زبان تاجیکی، استاد ساتی ملوغزاده یا بعضی افراد، ولی اونم با درک اون که دیگر حکومت شوروی پابرجا است، اون شکست ناپذیر هست. این یک مرحله بود و مرحله دیگر بعد از پرسترویکا که واقعا یک فضا رو تغییر داد، در رو باز کرد. و این نکته رو میخوام در اینجا تاکید کنم که حرکت استقلال خواهی ما تاجیکان در اون سالها هیچ فرق از حرکت استقلال خواهی کشورهای دیگری سابق شوروی جدا نبود، فرق نمیکرد. ما همون قدر استقلال طلبی داشتیم و میکردیم که به ما از مسکو اجازه داده میشد. ما پیروی از پریبالتیکا میکردیم، از قفقاز میکردیم، از کشورهای دیگر. شاید در بعض جاها یک مقدار ما جلوتر بودیم، پیشتر بودیم و من این را قبول دارم خودم، چون اون همچنین یک دانشجوی سالهای 3 و 4 دانشگاه در تمام این روندها از میتینگ های زبان تاجیکی و برای زبان فارسی و بعد استقلال خواهی و اینا در همه شرکت کردم و شرفی حضور در صحبت های استادان، در کمک به آنها، تشکیل حرکت دانشجویی و دانشجویان را به میدان و خیابان ها کشاندن، اینها این شرف شرکت و همکاری رو در اون زمان داشتم و خیلی از این افرادی که در این فیلم بود شخصا میشناسم، با اونها صحبت کردیم بعداً در مرحله بعدی. بله در بعضی جاها اونها یک سهم علاهیده داشتن، اما ما نباید دوستان عزیز از حد زیاد مبالغه کنیم. من کاملا مخالف آن هستم که ما قدسیت سازی و مقدس دانستن و مبالغه را اصلا قبول ندارم در این زمینه، کسی هم که نباشد. و باید اعتراف کنیم که ما تاجیکان در همون سالها هم همون مقدار استقلال خواهی داشتیم که دیگران میکردن، اجازت داده میشد و در یک حالت قرار گرفتیم که این استقلالیت را
یک گروه خرد آماده ذهنی داشتن که آمادگی داشتن که قبول کنن، مثل همین نفرانی که همش رو در این نوار شما آوردید و اصلا امکان نداشت که در داخل پارلمان تاجیک اون وقت دیگر دکلراسیون استقلالیت تاجیکستان پیدا نشود. اگر استاد طاهر عبدالجبار خدا رحمتش کند و واقعا جایگاه ایشان زحمتاش باید قدردانی شود، اگر اون نمی نوشت یک نفر دیگر می نوشت. اگر رحمتی قدردین اسلانوف امضا نمیکرد حتما یک نفر دیگر امضا میکرد. همون طوری که دکلراسیون استقلالیت ازبکستان را رئیس شورای وقتش امضا کرد، یک نفر اون طرح را نوشت، از دیگران رو بردار کردن، ما از دیگران، دیگران از ما، و این یک روند کلی بود که نمیتوانستیم ما در یک گوشه اتحاد شوروی که با روسیه مرز نداشته همه استقلالیت خود را اعلان کند و تاجیکستان نکند. ما در یک تنگنای سیاسی و در روبروی یک عمل انجام شده قرار گرفتیم و باید این را اعتراف کرد، قدردانی کرد که در همون شب و روز خدا را شکر که بودن نفرانی که زودتر از دیگران درک کردند و این روند را یک کمی تکان بخشیدن، جانا کردند و بالاخره این کار به حد رسید که حتی همون کسانی هم که در اولی این روند شدیداً مخالف استقلالیت بودند، مثل خود آقای رحمانوف، مثل 90% پارلمان همون وقته، بعدی که مسکو گفت که شما جواب ما شما را دیگر نمیخواهیم، شما باید مستقل باشید، میخواهید نمیخواهید باید مستقل باشید، اینا مجبور شدن. همونایی که یک سال پیش طاهر عبدالجبار و دیگر کسانی که برای استقلالیت مبارزه می‌بردن خائن مینامیدن، خودشون اومدن رأی دادن به این مسئله، چون دیگر امکان نبود. بنابر همین حالا خلاصه کنم این قسمت صحبتم را که ما با یک نگاه انتقادی منصفانه به این مسئله برخورد کنیم و این را باید قبول کنیم که امکان نبود که ما استقلالیت را در اون سالها اعتراف نکنیم، دکلراسیون امضا نشود و نباید این را هم مبالغه کنیم که گویا یک، یعنی اون همه کسانی که در روبروی عمل انجام شده قرار گرفتن یک سال دو سال پیش اصلا تصور درباره آن نداشتند که شوروی پاش میخورد و آنها باید یک حرکتی کاملا استقلال خواهی تاجیکستان را راه اندازی کنیم. ما حتی یک زندانی سیاسی که مثل الچیبی در آذربایجان، مثل گمسخوردی در گرجستان نداریم که در سالهای شوروی به طور سیاسی برای پریشان کردن یا برهم زدن اتحاد شوروی مبارزه کرده باشد و زندانی شده باشد. تنها استاد سید عبدالله نوری مرحوم، ایشان را هم که در همون استاتیایی که محکوم شدن برای فعالیت‌های ضد شوروی هست، یگانه نفری که در تاجیکستان فعالیت، یعنی از روی ماده فعالیت ضد شوروی زندانی شده بود، استاد سید عبدالله نوری بود. اونم در صورتی که خود ایشان فعالیت فرهنگی استقلال خواهی میکردن و یگان برنامه سیاسی برای جدا کردن تاجیکستان از شوروی اون وقت نداشتن. اما حتی همون یک فعالیت اصلاحات طلبانه دینی را هم حکومت شوروی همچون یک سپاراتیسم یا استقلال خواهی معرفی کرد و او را به دادگاه کشیدن، زندانی کردن، بدون آنکه خود استاد نوری یا همراهانش چنین یک برنامه جدی رو داشته باشند. ولی به هر صورت یک فعالیت‌های فرهنگی داشتن. من حالا اینجا میخواهم بگویم که ما با یک نگاه انتقادی منصفانه به این مرحله‌های تاریخی و به نقش شخصیت‌ها مناسبت کنیم، به خاطر آنکه ما نسل‌های آینده را به گمراهی نبریم، نه از نقش و اهمیت این افراد و این مرحله‌ها یک کمی کاسته شود و نه از حد زیاد مبالغه کنیم که مورد سوء استفاده دیگران قرار بگیرد. سلامت باشد استاد. خیلی حرفایی که در این مورد میباید گفته شد. واقعا دیدگاه ها باید که تغییر یابند، گاه ها از دیگر یک نقطه نظر دیگر باید به مسئله نگاه کرد تا دیگر پهلوهای قضیه روشن شود. حالا از استاد ظفر صوفی که عادتا من اکا میگم، اکا ظفر صوفی، اکای ظفر، از شما میخواستم درباره، حالا اینجا استاد کبیر درباره طاهر عبدالجبار گپ زدن، خدا رحمتش کند. من حالا وقتی که مطلب ها رو در اینترنت میخواندم، جای حرفای شما درباره خدا رحمتی گفته شده است که واقعا همچنین یک قهرمان نامبر کرده. حالا از شما میخواستم پرسیدم که شما
درباره همین خود خداوند طاهر عبدالجبار و عموما روشنفکران و آزاداندیشانی که همون زمان به همین همچون یک برای ساختن جامعه دولت مستقل یک کوشش ها داشتند، تلاش ها داشتند. درباره آنها چی معلومات دارید؟ چی گفتن میتوانید؟ و عموما از نظر اگر ما گیریم اگر استقلالیت هم سیاسی باشد، از یک طرف باید که استقلالیت فکری هم باشد که در نفر در خودش در ذهنش یک فکرش خودش مستقلیت پیدا شده باشد. آیا به نظر شما همین خیلی یک اندیشه های استقلال طلبی در همان زمان واقعا در جامعه فرهنگی و مدنی تاجیکستان بود و اگر بود چی سبب های به این آمده بود؟ یعنی چخیل که میبینیم در لطفه، لیتوه، استونیا که کشورهای نزدیک بالتیک این روند خیلی بربخت آغاز شده بود و حتی مردم خود شهروندان کوچه برآمده بودند، دست به دست زنجیره کردند تا استقلالیت خود را به دست آورند. اما میدانیم که مردم تاجیکستان در این روند خیلی فعالیتش سوز بود. اما من باور ندارم که فرهنگیان و عالمان و آنهایی که اهل علم و ادب هستند آنها از این روندها بیرون مانده باشند. مرحمت دکتر. خب درود بر شما، درود بر مهمانتون و بر بیننده هاتون. خیلی محیدین قریب که همه چیز میشد گفت که یک جوری اشاره کردن، ما میموند فقط بعضی نکته ها را تکمیل کردن و در بعضی نکته هایی که مثلا فرمودن بعضی اختلاف نظرهایی که هست اونه بگویم. واقعا استقلال دولتی تاجیکستان، یعنی برای استقلال دولتی تاجیکستان افراد یا شخصیت ها در تاجیکستان اگر بگویم که مبارزه کردن و میدان آمدن، دروغ گفتیم، چنین چیزی نبوده. اما اگر بگویم که کسی تلاش نکرده، ظلم کردیم و اون بزرگایی که برای این مورد تلاش کردن. مثلا بگیریم سال 1989 در آیین‌نامه رستاخیز دایر به استقلال دولت تاجیکستان، یعنی که تاجیکستان رستاخیز تلاش میکند که دولت تاجیکستان مستقل باشد، مستقل و آزاد باشد. این در آیین‌نامه آمده است، ثبت شده است این آیین‌نامه. و اگر ببینیم اینه که یک سازمان آمده با چند نفر مثلا این سازمان هستن، این سازمان آمده در آیین‌نامه‌اش چنین ادعا بگیم یا که چنین ایده پیش برده و برای این طبیعی است که تلاش های هم شده. نقش استاد طاهر فکر میکنم در بیداری و تلاش برای آزادی واقعا بی‌نظیر است. البته استاد طاهر بعداً گویم در زمانی حالا درگیری ها، وقتی که میتینگ ها به جای درگیری و مثلا به درگیری های مسلحانه کشیده شد، با توجه به اون شخصیتی فرهنگی و والای آرمانگرایانه که داشتند خودشون عقب کشیدن که حالا بعضا طعنه هم میزنن. خب یک انسان میتواند در جاهای مثلا خودش عاقب بکشد، بیند که واقعا خونریزی است، شاید نتواند. یعنی همچون یک انسان من حق میتونم با استاد طاهر، چون دنیاشان دیگر بود، و دنیا سیاسی نگاه نمیکرد. استاد طاهر با دنیا آرمانی نگاه میکرد و خیلی ملت دوست بود، خیلی گومانیست به معنای واقعی که انسانگرا به معنای واقعی بود. من یک قصه میکنم براتون برای اینکه یک کوتاشه، البته نوشتم در جای براشون مصاحبه که امروز مصاحبه انجام دادم، در یک وضع خیلی ناجور بود. واقعا جایی که من رفتم دیدم برام خیلی تاثیر کرد، خیلی سخت ناراحت شدم. در اول مصاحبه همون چیز آوردم. وقتی دوباره برای امضا که به حساب رضایتشون رو بگیرم مصاحبه رو بردم، همونجا رو خواندن، یک چند دقیقه سکوت کردن، یک سکوت عجیب. انسان خیلی سالار بودن، خدا رحمتی. سکوت کردن، بعد گذشتن رفتن، چیزی نگفتن، گذشتن رفتن مصاحبه خواندن، گفتن که ظفر جان من به همه این چیزاش که راضی ام. گفتم خب استاد این همش که گفته خودتون چه جای نارضایی داره؟ با شوخی بعد خندن، گفتن که اما من یه خواهش دارم، اگر چیز باشد همین قسمت اول بردارید. گفتم برای چی استاد؟ شما برای گپ خودتون گپ ما را مونه که من گپ خودم بگم در اینجا. گفتن نه، ببینید من یه چیز میگم براتون، این مردم اینقدر مشکل دارد که چی ضرورت دارد که با مشکل من روی شانه این مردم بار کنی. در همون حالتم، در بدترین حالتم نمیخواستن که کسی از اون ناراحت بشه، که آزردگی از اون آدم
به کسی رسیده باشد. و از این دیدگاه استاد طاهر عقب کشته که حالا بعضی طعنه میزنن که خب نمیدونم تو شاید از نظر در آیین جوانمردی است، اما در رسیدن به استقلال یا مثلا گویم که زمینه سازی این طبیعی است که بدن روشنفکرها خیلی مایدین تاکید کردن، اونجا اشاره کردن، من به اینم تاکید دارم. خب حالا در رابطه با کشورهای نزد بلتیک که میگید، من سال 1988 در بلتیک بودم، البته با تا جای مثلا با راهنمای استاد طاهر، اما از یک نهاد دیگر اونجا مأموریت آمده بودم، یک ماه بیشتر اونجا بودم و در از تالین شروع شد با شناسایی من با نران و حساب فرانت خلقی بگویم. بعد اونا ما را بردن به ریگا، اونجا از اونجا هم رفتیم ویلنیوس. در اینجاها سال 88 از استاد طاهر صحبت میشناختم استاد طاهر سال 1988. من شاهد زنده‌ام، نمیدونم اون آدما هستن یا نه. حالا ببینید در هر صورت من میخوام صحبتم سر این بیارم که در تاجیکستان در کدام زینه بود. ما 70 سال گویا بعد از بنام باسمچی ها یک سکوت در کشور بود. ما دیسیدنت ها نداشتیم، مثلا اونایی که به خاطر اندیشه هاشون زندانی شده باشن یا مثلا تضییق و تعقیب شده باشن. اما در کشورهای نزد بلتیک از بعد از جنگ قریب که به شورای پیوستنده به حساب شد و اونجا مثلا من یه نفر در تالین دیده بودم که 27 سال زندانی شده بود. من هنوز صحبتش زیر گوشم است. وقتی گفتم که خب چی شد، با کجا رستی، گفت که نمیدونم با کجا رستم، پدر و مادرم مردن، خواهرم دیوانه کردن. گفت یا خواهر داشت دیوانه شد. گفت من دیگر در اون سنی نیستم، همسنیم، اما موقع همسنی من بود، شاید از من یکی دو سال جوانتر. گفت من دیگر در اون سنی نیستم که ازدواج بکنم و فرزنددار شم، یعنی آینده برای خودم بسازم. همین یک خانه در تالین دارم که اینم تحفه همین به حساب جبهه ملی استونیا است. و اما من یه چیز داشتم، استونیا داشتم. اون استونیا رو هیچ کس از من نتونست بگیرد و میدونم که نمیگیرن. من تا آخر خط هستم. من برام خیلی، یعنی اون وقت من خیلی جوان بودم، برام خیلی یک درسی بود که تا هنوز فکر میکنم که کاش که مثلا ما هر کدام از شهروندای تاجیکستان به این مرحله برسیم که ما یک تاجیکستان داریم که هیچ کس در هیچ موقع نمیتواند از ما بگیرد و ما موظفیم که برای آبادی این همه تلاش انجام بدیم. سلامت باشید اکا جان. این وقتی که این حرفا رو حاضر میگفتید درباره خدا رحمت طاهر عبدالجبار، عیناً همین صحبت هر دو ما داشته بودیم و خاطرم زد. واقعا در یک سفر که وقتی که هر دو هم در یک جا صحبت کرده بودیم، عیناً همین رو گفته بودید، به خاطرم زد. واقعا دل آدم درد نگرفتن علاجش نیست که در این یک نفری که برای ملت زحمت کشد، آرمان هایی که برای همین ملت راه اندازی کند، اما در آخر از نظر هم دولت هم ملت دور ماند. واقعا دردناک است. حالا سوال دارم با اکای علیم. اکای علیم، از شما سوال من چنین است که اکای جان، در همین حال نواری که پیش از برنامه هم گذاشتیم، حاضر هم بزرگان گفتن اینجا، یکی حرفای شادرام طاهر عبدالجبار هست که ایجاد یک دولت مستقل ملی، یعنی این آرمان هست، این آرزو هست، این امید است. در همین یک جمله تمام این همه جانکنی های یک ملت، یک مردم، یک ساکنان یک کشور گفته شده است. ایجاد یک دولت مستقل ملی. حالا از شما سوال ما چنین است که آیا تا کدام سطح، تا کدام حدود ما به همین آرمان نزدیکیم؟ تا چقدر رسیدیم بعد از همین 33 سال ما چی گفته میتوانیم؟ آیا همون آرمان ها یگان قدم پیش رفتن، یگان چی ساخته شد؟ نمیدونم. از نگاه شما، من شما رو همچنین یک نظر انسان میدونم که
نگاه های سیاسی شما واقعا از دیگران فرق میکند و بعضی حرفا آدم رو به یک اندیشه کردن. البته این باید که هر یک ما به حرفا اعتبار ما اندیشه کنیم و بالاش فکر کنیم. نظرهای شما هم یک همچون نفری که در همون سالها در میدان هم بوده، از تاریخی که گذشت اثرتون گذشت میگفتید. حالا میخواهم بدانم که همون میدان برای های شما، همون دعواها، مثال همون ارماها به کجا رسید؟ خلاص همین. سلامت باشید. سلامت باشید. همین سوال داده شما باز یک دلیل دیگره. من زیاد گپ ها گفتنی داشتم که همین گپ شما تماما موضوع رو برای من دیگر کرد. یعنی همین گپی که حاضر گفتید، این گپ آخر بعد با امضا رسیدن سازشنامه صلح به تاجیکستان برگشتن مردم، طاهر عبدالجبار گفته بودند که یک دلیل دیگر از خیلی آگاه بودن این شخص درک می‌دهد. اون زمانی که این شخص برای استقلالیت دولتی مبارزه می‌برد، اون زمان شاید در تاجیکستان 10 نفر بیش پیدا نمی‌شدند که جانبدار طاهر عبدالجبار بودند. شاید 10 نفر هم پیدا نمی‌شد. چرا؟ 17 مارس سال 1991 همه‌پرسی در جمهوری در شوروی برای به خاطر نگهداشت شوروی شده بود و در این همه‌پرسی همگی 4% تاجیکستانی ها ضد شوروی آواز دادند که در این میان 4 بولتین رو خود من پرتافتگی بودم به مقابل اتحاد شوروی و من حتی من که امونا را پرتافتم به خاطر فقط مخالفت بود، نه به خاطر استقلالیت دولتی. باور کنید، چون که برای من همچون یک نماینده اقلیت قومی همون زمان معلوم بود که استقلالیت تاجیکا خطر هستی این مردم است و من از یک طرف از دوره شاید از 15 سالگی هم یک انتی سوویتچیک به گفته چیزا بودم، یعنی نفری بودم که ضدی همین نظام شوروی بودم و ضد روسی بودم، ضد نظام روسی، لیکن در برابر این از استقلالیت تاجیکستان هم هراس داشتم که این برای من همچون یک اقلیت قومی بسیار تهدیدها رو در پی دارد که اخیراً سال 22 شاهد اون شدیم. سال 22 نه، سال 92 و در بدترین حالت سال 22 شاهد شدیم که این ترس من جا داشته است. ترس من بر اینا زیاد بودم، ولی من از آگاهی طاهر عبدالجبار میگویم که اون زمانها او کمترین جانبدار داشت در امین استقلال خواهیش. چیزی که اینجا دوستان هم گفتن که مردم تاجیکستان هرگز خواستار استقلال نبود، چون که همون استقلالی که بالای ما تحمیل شد ما را خوشبخت نکرد و امروز هم اکثر مردم تاجیکستان خود را خوشبخت حساب نمی کنند و امروز هم در درس تاریخ ملت ما مبارزان رای استقلالیت را بازمچی می نامیم و ایشان را یک نوع چیز میکنیم، یعنی سیاه. اما استقلال خواه برای ما هنوز هم یک چهره چی دارد، خشین و چهره سیاه دارد. برای همین ما هنوز هم استعمار زده متاسفانه و ما نمیخواهیم استقلال داشته باشیم و طاهر عبدالجبار بعد به امضا رسیدن سازشنامه صلح همین سخنان رو میگوید که ما در راه استقلال خواهی هستیم. ببینید در آن زمانی که رحمانوف با دار و دستش استقلالیت رو یکی از ایدهای بزرگترین و تبریکات و نمیدونم چیم نمیکرد، طاهر عبدالجبار در راه استقلالیابی است
و این را در سال 2022 ما شاهد می شویم که چه خیل به خاطر استقلال خواهی دولت جمهوری اوکراین دچار چنین مشکل می شود. یگان مشکل دیگر نیست، آن بدبختی که سر تاجیک سال 92 آمد، اون بدبختی هنوز هم ادامه دارد و اوکراینی ها سال 22 آن را تجربه می کنند. یعنی ما تاجیک ها استقلال خواهی همون، آن چیزی که ما می گوییم که ما یعنی بیدار نبودیم و استقلالیت نمی خواستیم و دیگر، لیکن در واقع اگر بگیره ما و چچن ها بعد از پریبالتیکا دو ملت بودیم که در صف پیش مبارزه برای استقلال خواهی بودیم و این استقلال خواهی ما را در امان سالها توانستند شکنند و اون رژیم را بالای ما جاری کنند که امروز مردم ما باز هم پزمان امان شوروی سابق شود. یعنی تا امان درجه ملت ناموفق در دولت سازی شود که امروز ما باز بیاییم و به همان روز سال 90 که در همان روز طاهر عبدالجبار میخواست به استقلال دولتی برسد، ما باز برگردیم به همان روز و بگوییم که نه، ما میخواهیم یک چیز داشته باشیم، یعنی یک امپری داشته باشیم و زیر کدام یک فرمانروای دنیا یعنی گلوبالی باشیم و اکثر مردم تاجیک امروز باز پزمان همین یک امپراتوری هستند که یعنی در دست ما، در دست یک تاجیک قسمت من تاجیک قطاری نباشد، در یک چون که در عوض رحمانوف من باز یک رحمانوف دیگر را میبینم و آینده بهتری از رحمانوف را نمیبینم و برای من یک تاجیک قطاری بهتر می بود که یک امپراتوری باشد که او برای من تعیین باز بکند یک بجای رحمانوف یک، یعنی من یک پوتینی رو میخواهم که او برای من یک نمیدونم یک تعیین کند. این رو احساس من از جامعه تاجیکستان همین رو درک میدهد که ما یک همین خیلی از استقلالمون خیلی سیر شده ایم و امروز مبارزه اساسی به خاطر اما مبارزه استقلال رو که میگویم، مبارزه شدیدترین مبارزه استقلال خواهی امروز رحمانوف باقی مانده است که هنوز موفق نشده است، لیکن او استقلال چی میخواهد؟ استقلال بی نظارتی از طرف کدام نهاد خو بین المللی باشد، خو کرملین باشد، خو کدامه، یعنی بیرون از نظارت باشد و همیشه برای همین تلاش میکند، چون که یگانه مفهوم استقلالیت رو در کیسهش و در چیزش در همیانش همین رحمانوف و دور و دستش احساس کرده. خب من نمیدونم شنیده شدم یا نه که بله صداتون خیلی اینجا میگه که سیلکه من کونه شده است و در من سلیم جان گم شدند و سیلکه من کونه شده است و من میترسم که عذر گم میشم. نه شما هستید، ما شما رو خوب میبینیم، خوب میشنویم، اما از حرفای شما ما کم در غمگین هم شدم. حالا دیگه میکردم شما گپ میدادید، استاد کبیری در دستشون روشکه چیه رو می نوشتن، فکر میکنم که با گفتنه شما چی گفتنی هم دارم. مرحمت استاد. بله من چند نکته دارم با گفتهای هم علیم هم ظفر.
ببینید حالا وقتی ما درباره مرحله استقلالیت صحبت کنیم، امام علی رحمان طرفدار امروز شدیداً طرفدار استقلالیت است، چون بعد دید که استقلالیت به او چی داد. استقلالیت به او قدرت داد، ثروت داد، بایگری داد، اگرچه در اول خیلی مخالف بود و استقلال خواهان را زندانی کرد و کشت و نابود کرد. اما استقلالیت را همونطوری که علیم هم گفت به معنای آن میفهمد که باید فقط خودش و عائلش مستقل باشند، استقلالیت داشته باشند و اونم استقلالیت از قانون و از ملت. نه اینکه تاجیکستان مستقل باشد، ملت مستقل باشد، بلکه خودی این خانواده مستقل باشد و مستقل از قانون، مستقل از ملت. نه قانون نه ملت او را نظارت نکنند، از او حساب و کتاب نکنند و او استقلالیت کامل داشته باشد. اما اینکه او تاجیکستان را، ملت را مستقل بگرداند یا مستقل تصور کند از ابرقدرت ها، از نفوذ کشورهای دیگر، از وابستگی اقتصادی کشورهای دیگر، از آن که دیگر ملت تاجیک مهاجر نشود و عملا غلام نشود در یک کشور دیگر، چون بسیاری از شهروندان ما واقعا در یک شرایط غلامی به سر میبرند. این مفهوم برای رحمان در همین مرحله یک مفهوم بیگانه هستند. از همین نگاه من کاملا درک میکنم اون صحبتی غم انگیز و حزن انگیز استاد طاهر عبدالجبار را که در این نوارم شنیده شد، که حالا اشاره کردم که بعد از امضای سازشنامه این حرف را گفته است. چون من وقتی که صدا را شنیدم به خود فکر میکردم که این کدام سال باشد. اگر بعد از امضای سازشنامه باشد پس ایشان درک کردند که ما داریم به یک پیرهه کج میبریم استقلالیت را، و چون بنده همراه ایشان فخر همکاری را داشتم در اون یگانه دانشگاه شخصی مستقل تاجیکی امریکایی که یکی از شهروندان تاجیک او هم فکر میکرد که تاجیکستان یک دولت مستقل است و او یک شهروند امریکایی تاجیک تبار است، با پول خودش آمد یک دانشگاه تاجیکی امریکایی ساخت و دعوت کرد افرادی را که با فکر کرد که از این دانشگاه متخصصان هم درجه عالی و هم مستقل باید بیرون بیان. استاد طاهر عبدالجبار، رحمت الله ظاهر، شاکر جان حکیم بنده را دعوت کرد و باز چندین نفر دیگر که ما در اونجا 2 سال همراه کار میکردیم، در فاکولتت های گوناگون درس میدادیم و در تنفس ها وقتی که می آمدیم یا در اون جلسه های کافدرا اینها با استاد طاهر عبدالجبار و با دیگر دوستان یک تبادل نظر در این موضوع میشد. من از ایشان هم بعضی مشورت ها میگرفتم. در اونجا احساس میشد که از دقیقاً همون که ملت تاجیک به قدر حرفای اونها نرسید، اونها رو نشناخت، آماده استقلالیت نیست و حتی هم مشخصاً هم گفته نمیتوانست که کی این ملت واقعاً به حد استقلال خواهی میپزد میرسد. و اما ببینید یک نکته که اینجا ظفر هم به اون اشاره کرد که سالهای مثلا 88 89 استاد طاهر و دیگران رو در سابق شوروی میشناختند، 100% واقعا چنین بود و حتی در آیین‌نامه سازمان رستاخیز و دیگر سازمان هم استقلالیت تاجیکستان اونجا جا داشت. اما ببینید که در همون سالها، حالا نمیدونم هم آیین‌نامه ثبت شده بود با همون شکل یا نشد، احتمال زیاد که ثبت شده بود در وزارت عدلیه، یا حتی اگر ثبت هم نشده باشد برابر نشر کردن آن دیگر در تاجیکستان سال 1989 اون جرم حساب نمیشد که یک نفر بیاد در سند تأسیسی خودش چنین یک جمله رو جا کنه. چرا؟ برای آنکه همونطوری که اشاره شد الکی در دیگر کشورهای سابق شوروی این بند، یعنی مثلا تشکیل یک دولت جمهوری مستقل آذربایجان، گرجستان، اوکراین، مولداوا، لیتوا، حتی روسا هم، حتی ببینید عجیبی کار همین است که حرکت استقلال خواهی روسیه هم از حرکت استقلال خواهی تاجیکا در اون شب روز کم نبود و اونا هم در همین شب روز دکلراسیون استقلالیت را قبول کردند و جشن استقلالیت همه کشورهای سابق شوروی در ماه اوگوست و سپتامبر است. چرا؟ برای که اینها پس یکدیگر در سال 88 89 الکی در سندهای تأسیسی حزب و حرکت‌ها و گروه‌ها بود، در سطح پارلمان قبول شد
البته هنوز هم معلوم نیست که روسیه از کی مستقل شد. همه از روسیه مستقل شدن، ولی این بازی تاریخ هم همین است که تضاد تاریخی که باز روسیه هم اومد خودش رو مستقل از دیگران اعلان کرد و این روز هم جشن میگیرد. چرا این کسانی که در سرگهی استقلال خواهی تمام جمهوری‌ها بودند باید ارتباط داشتند. مثلا لیتوسا با آسیای مرکزی با قفقاز، با روس‌ها یکدیگر رو میشناختند و من آگاه هستم که چندین جلسه ها و نشست ها در پریبالتیکا، در مسکو، در قفقاز با شرکت رهبران حزب و حرکت‌های استقلال‌خواه سابق شوروی برگزار شده بود و شک نیست که طاهر عبدالجبار و چند نفر دیگر را تمام سابق شوروی بخصوص کسانی که برای استقلال حرکت‌های ملی آزادی‌خواهی را رهبری می‌کردند می‌شناختند. همون طوری که همون شب روز کمونیست‌های خیلی هم سرسخت که برای بقای شوروی مبارزه می‌بردند یکدیگر را می‌شناختند، با یکدیگر ارتباط برقرار کرده بودند و اینها مثلا من می‌دونم در تاجیکستان هم در همون شب روز کمونیست‌ها حرکت می‌کردند و می‌رفتند به مسکو تا اینکه اجازت ندهند که این حرکت‌های استقلال خواهی پیروز شوند. من چون سال 1988 و 89 چند مرتبه به مسکو سفر کردم همچون دانشجو و عضو گروه آماده کردن جلسه ها و انجمن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، انجمن شوروی که من فخر شرکت در انجمن تأسیسی حزب نهضت اسلامی شوروی را دارم در شهر استرخان و جوانترین وکیل بودم. خب یک قصه عجیب و غریبی هست چگونه من رفتم در اونجا شرکت کردم و صدای مرا دارید سلیم جان؟ چون عکسای شما رفت و یادم هست وقتی که حالا نمیدونم کدام سال بود دقیق به مسکو میرفتم، روزای جمعه پرواز میکردم با پرواز مسکو برای شرکت در اون نشست‌های مسکو که جوانان قفقازی و آسیای مرکزی و بخصوص جوانان بیدار تاتار، اونایی که نگاه اسلامی داشتن، ما جمع شدیم و من روزی یک شنبه بیگه با پروازی که همگی 52 روبل قیمت داشت برمیگشتم، یک بسته زیادی بار میزدم، کتاب میفروختیم در کتابای به زبان روسی خیلی سرخریدار در دوشنبه تا اینکه باز بلیتی بعدی پیدا شود. من دقیقاً یادم هست که وقتی که یکی از دوستان یادم نیست که استاد همت‌زاده به من زنگ زد، گفت که یکی از دوستان رستاخیز خواهش کردن که کسی اگر از مسکو میرود میآید یک بسته روزنامه هست، احتمال زیاد روزنامه رستاخیز بود که در یک از تیپوگرافی های پریبالتیکا نشر شده است تا مسکو رسوندن. فقط وظیفه من این بود که همون را در باغاج همراه کتابا بزنم و تا دوشنبه بیارم بسپارم و استاد همت‌زاده این وعده رو با کدام از دوستان رستاخیز کرده است و آنها روزنامه خودشان رو در پریبالتیکا نشر میکردن. یعنی این ارتباط خیلی قوی بود. بعدا من آگاه شدم که قزاق‌ها روزنامه خود را در دوشنبه، بعد که دوشنبه حکومت مراسای ملی شد و آزادی‌ها در دوشنبه قوی‌تر شد، چند حرکت‌های آزادی‌خواهی آسیای مرکزی در دوشنبه نشر میکردن روزنامه خود را. من حالا چی میخوام بگم؟ یعنی این ارتباط‌ها بین تمام گروه‌ها در اون سال 1900 بعد از 87 که پرسترویک گورباچوف آغاز شد، 88 89 90 تا 91 تا استقلالیت تمام این کشورها حرکت‌ها بین یکدیگر ارتباط داشتند و یکدیگر رو پیدا میکردن. خیلی که دوستان گفتن در تاجیکستان شماره کسانی که استقلالیت رو درک میکرد زیاد نبود، 10 15 20 نفر بود که طبیعی است که وقتی که یک استقلال خواهی پریبالتیکا یا ازبک یا ترکمن یا آذربایجانی میخواست که پیدا کنه، حتما همین نفرها رو پیدا میکرد. همون طوری که اسلامگراهای شوروی، من یادم هست که چند مرتبه در همون سالها پنهانی استاد حیدر جمال دوشنبه آمادگی بود و من شخصا در دهه‌مان میزبان ایشان بودم. در سالهای شوروی من خانواده ما میزبان استاد حیدر جمال و احمد قدیف و عباس قدیف از داغستان و چندین تا از رهبران حزب و حرکت‌های اسلامی سابق شوروی در دهه قسمدره فیض‌آباد در سالهای شوروی بودیم و اونها پنهانی آمده بودند و در منزل ما این صحبت‌ها برگزار شده بود. یادم است که سیزن یا زمان انگورهای بسیار خوبی دهه‌مان پختگی بود و این یک روند بسیار طبیعی بود و من فکر میکنم که به همین خاطر است در مقدمه صحبتم
اگرچه کمی حال طولانیش گفتم که یک بازنگری بسیار انتقادی، نه به معنای ریویزیونیسم تاریخی، بلکه به معنای آنکه ما این واقعا زحمت و تلاش‌های بزرگان رو به نسل‌های آینده طرز انتقال بدیم که در حق آنها ظلم نشود. نه ظلم به معنای که از حق آنها کم کنیم و مبالغه کردن هم این یک نمودی ظلم هست که من فکر میکنم که این باید در آینده از این پرهیز شود. بسیار خوب، سلامت باشید استاد. حالا میخواستم از استاد ظفر صوفی سوال کنم که آقای ظفر، عادت چخل که اینجا استاد کبیری گفتن ما درباره مثال همین تاریخ عموما افرادی که درباره استقلالیت زحمت کشتن نه از حد گذاریم، نه به فکر من که ما به اهمیتی هم نکنیم. حالا میخواهم فهمم که استقلالیت امروزه وقتی که ما درباره گذشتگان گپ نزنیم یا که عموما درباره آنها تبلیغ نکنیم، من به معنای آن که عموما جامعه تاجیکستان درباره همین استقلالیت فقط بیایم روز 9 سپتامبر در یک هفتهش گپ زنیم و همین فراموش کنیم، درباره طاهر عبدالجبار همچنین یا درباره دیگر بزرگان همین خیر. اما وقتی که ما دیگر گپ نمیزنیم، در همه جا در تاجیکستان یگانه اساسگذار و صلح و وحدت و دیگر یک نفر شده مانده است. دیده است که صحنه خالی است، صحنه خالی است و یک نفر خودش رو تمام تیتول هایی که هست و نیست است او رو به خود میگیرد، مثال شخص خود امام علی رحمان، و خود رو با همین آورد به استقلال هم گویا که همچون یک معمار استقلال هم خودش اعلان کرد و دیگر و دیگر. اکنون سوال من چنین است، سوال هم نه، مثال میخواستم نظر شما رو فهمم که مردم، خود مردم همچون انسان ها چی باید کنن، چی کار باید کنن که تا همین استقلالیت واقعی رسیم و زیایان در اینجا چی نقش باید داشته باشن تا مردم شناخت واقعیت پیدا کنن از همین مضمون و مفهوم استقلال بودن، مستقل بودن رو مردم چه خیلی باید درک کنند. فرضاً یک نفری که از همین چیز خبر ندارد، او چه خیلی باید داند که استقلال بودن چی است، دولت مستقل چی است، خواهیم نخواهیم. چخیل که در همون مکتب‌ها یک سرگذشت دنکا بود، به فکرم مردم به ظلمات وارد میشوند و یک نفر میگیرد برای که روشنایی را پیدا کند، دلش رو چاک میکند، میبرد و راه را روشن میکند و مردم از صفای میرن. اگر خطا نکنم دنکا میگفتن، مؤلفش راستی گپ در خاطر نیست اما در مکتب خوانده بودیم. حالا همون دنکاهای تاجیک چیکار باید کنن تا این مردم به روشنایی به حقیقت رسند؟ مرحمت اکا. خب ببینید، خیلی از کشورها در دنیا جشن استقلال ندارن. مثلا انگلستان جشن استقلال ندارد، فرانسه جشن استقلال ندارد. امریکا دارد چون امریکا از بریتانیای کبیر مستقل شد، که از گویم که از اونها مستقل شد. حالا آقای کبیری یه جا اشاره عجیب کرد که مثلا روسا از کی مستقل شدن. واقعا جالب است که روسا از کی مستقل شدن. تا زمانی که ما به این، یعنی من، شما، همه مردم در مجموع، تا زمانی به این برداشت و به این خلاصه نرسیم که ما از کی مستقل شدیم، یعنی معنی استقلال چی است، اگر درک نکردیم بعید است که مردم بتونن کار بکنن. یعنی از مردم توقع داشته باشیم که فلان کار رو بکنن. خب علی می اشاره کردن، گفتن که من احساس خطر میکردم. ببینید، به عنوان یک اقلیتی که ملی گفتن، خب من البته اقلیت ملی نمیدونم، آقای علیمه میدونم همچون یک بخش از ملت، و در اون جایی که مثلا علیم احساس خطر میکنه، مطمئن باشه که دیگران هم احساس خطر میکنه. یعنی هر شهروند تاجیکستان، هر شهروند عادی تاجیکستان وقتی در استقلال اون خواسته هاش رو نمیبینه، چون آدما یک بخش خیلی کوچک، یک چند نفر، مثلا 100 نفر، 150، حد اکثرش مثلا 1000 نفر شاید با آرمان ها زندگی کنن. مولوی یک گم میگه که من نور خورم که قوت جان است. خب با نور فقط مولوی گونه ها میتونن زندگی کنن، انسان های دیگر با نان زندگی میکنن.
یعنی منظورم مسائل اقتصادی است که تامین معیشت مردم. آیا در 33 سال استقلال، حالا اگر او جنگ شهرونده کنار بکنیم کشه مثلا 5 سال اگر باشد، در 27-28 سال استقلال آیا معیشت مردم تأمین شده؟ نه. محیدین اشاره کردن که علیم هم اشاره کردن که رحمان و خانوادهش میخوان که از همه مستقل باشن، یعنی یه مسئولیت داشته باشن. خب طبیعی است که اونا اگر اینه میخوان، من یک شهروند عادی میبینم که حالا خانواده رحمان یا خانواده وزیراش، اون یک چند نفر الیت کوچکی که در کشور هستن، اونا برای خودشون همه چیز اجازه میتن، یعنی به همه چیز دسترسی دارن، تمام امتیازها براشون مهیاست. اما من ندارم اون امتیازها را. چرا بیام برای این استقلال برنامه ریزی کنم؟ یعنی چرا برای مقدس باشد؟ یه چیزی که هیچی نمیتید. درست است وقتی میام مثلا از دیدگاه آرمانگرایی، همچون مستقل بودن وطن من، طبیعی است که هر تاجیک اینجا فخر میکند. اما از این افتخاری وطنداری که بالاتر رفت، وقتی میبیند که شکم بچهش گرسنه است، وقتی میبیند که مثلا در مکتب اجبار میکنن که لباسی که فلان وزیر، کارخانه که فلان وزیر کشاده است در اونجا دختن باید قیمت گران بخرد و مردم یک مثل در اینکوباتور میخوان نگاه دارن، اون طبیعی است که مفهوم ها ارزش های خود گم میکنه که ارزش ها ضد ارزش میشن. هر جایی که متاسفانه این حکومت آمد به هر ارزشی که روش دست گذاشت ضد ارزش شد، مردم تنفر پیدا کردن از اون و حالا از مردم هم توقع داشتن که مثلا بیاید برای استقلال فلان کار کنید. شاید بگون که خب شما چیکار کردید؟ یعنی شما، منظورم گروه های سیاسی است، اونایی که ادعا دارن که مثلا گروه سیاسی هستن، مردم شاید بگن شما چیکار کردید؟ حالا شما مثلا برای بهبود زندگی ما چی برنامه دارید؟ حالا رحمانوف که جای خودش، اینم همین رحمانوف، ما از این متنفریم، اما یک گروه دیگه مثلا چی برنامه دارد برای بهبودی معیشت مردم که اون طبیعی است که در تقویت استقلال نقش اساسی خواهد بازید. از این دیدگاه میگم من از مردم با این وضعی که حاضر هست هیچ توقع ندارم. تنها توقعی که هست باید این حکومتی که ضد استقلال بود و هست، در اول ضد استقلال بود چون دیدگاهش دیدگاهی گویم که کمونیسم آبانه بود و بولشویکانه بود و از برقراری شوروی مثلا جانبداری میکرد، تلاش میکرد، آمدن سر قدرت، حالا برای منفعت شخصیشان و خانوادگیشان و نمیدونم گروهیشان گویا استقلال خیلی چیز خوب است. حالا شدن اونطوری که شما هم گفتید، دوستانم فرمودن، شده قهرمان استقلال، در صورتی که خب هیچی نیست، به استقلال ربطی ندارد این و باید اینا کنار برون. حداقل که اون وقت میشد از مردم خودش میاد صاحب میشد به استقلالش. حالا در هر صورت صاحب استقلال متاسفانه یک گروه کوچکن که بیشتر دنبال منافع خودشان هستن. نقش اون بزرگایی که در استقلال، منی که در یک حد معین، البته من طرفدار اون نیستم که قهرمان تاریخ سازی بشود یا مثلا قهرمان سازی بشود. تاریخ های دروغ و قهرمان های دروغین و جز بدبختی دیگه چیزی نیست. ما به هر صورت ملتی به تاریخ هم نیستیم، به قهرمان هم نیستیم. درست که در مرحله های مثلا شکست خورده مشکلات داشته، اما در هر صورت ما ایرانی تبارا یا ایرانی ها مثلا که تاجیک‌ها یک بخش از اون هستن و اون چیزی که به آقای علیم هم گفتم شما اقلیت نیستید، اگر آمدن اینه که بگم ما به هر حال تاریخ داشتیم و قهرمان ها داریم و خواهیم داشت و به همین خاطر من با آقای علیم گفتم که شما اقلیت نیستید و هیچ وقت هم شما، من خواهشم این که خودتون اقلیت نکنید. شما یک جزئی مایید، ما همیشه یک جزئی شماییم، شما یک جزئی مایید. ما فکر کردم از که خطر داره، یعنی از ما خطر دارن. این خیلی از حکومت، از اونایی که خودشون صاحب استقلال، من فکر میکنم نه، وقتی که خودشون رو اقلیت ملی گفتند، اقلیت ملی یعنی در برابر یک ملت اقلیت قومی، اقلیت قومی گفتم، اقلیت پردون بخشید
اقلیت قومی. بله اقلیت قومی گفتید شما زبانی که داشته نگاه داشتید همون زبانی ما هم هست. همون یک بخش دیگه مثلا در فرغانه زبان دیگر بود. در مثال بگیریم زبان فرغانه بود گم شده. خب ما سکویم مثلا انا قسمت کلانی هم ملت من شد زبانو شما زبان مثلا نگاه داشتید آفرین دنیا سعودیان میخواید که امین هویت من هم گم شود. ببینید نه من نمیخوام گم شود. قسمت کلان نه شما نه قسمت کلان هم ملتان من میخواهند که هویت من هم گم شود، چون که اونها در این هویت اونها تهدید را دیدند و این هویت باید از بین برده شود. برای چه اینستیتوت های زبان های پامیری از بین برده شد؟ به خاطر اون که در آنجا زبان های پامیری بود. اینها مفهوم زبان های پامیری قطع مشکل دارند. حاضر همون زبان های پامیری رو در زبان شناسی عوض میکنند، یک مفهوم دیگر را پیدا میکنند. شاید بعد 2 سال همون اینستیتوت رو برقرار کنن با یک نام دیگر. مشکل فقط همون پامیر بود برای اینا، یگان چیز دیگر نبود. و این را متاسفانه ملت های من که با همین رژیم حتی ضد هستند، همین پیام برایشان قابل قبول است. همین پیام را آنها حتی خودشان دادن. مثال یک افراطی های دینی از همین اروپا استاده به مقامات تاجیکستان پیام دادن که چهارشنبه را زندانی کنید. این برای ملت تهدید دارد. و همونایی که در روشان قتل عام کردند، اونها با همین پیام اونها و پیام این ملاهای فیسبوکی یکی بود. نفهمید؟ اتفاقا علیم در قضیه من میخوام آقای میدون ببخشید میخوام زبان پامیری ها، یعنی که زبان های پامیری اگر بگویم و زبان یغنابی، این تهدید نیست، این فرصت است برای ملت. در مجموع این فرصت است و من بر اینم که مطمئنم که حتما این چیز همچون فرصت شناخته خواهد شد. روزش میاد، یعنی دور نیست اون روز که این زبان ها همچون فرصت شناخته میشه. البته من میترسم که تلاش هایی که شما میگید اونه که گروه های معین حکومتی که آمدن مثلا حالا این پژوهشگاه زبان های پامیری گویا خواستن برهم بتن از چیزا، اونا هر کاری میتونن میکنن، چون شاید تهدید واقعا در زبان ها ندیدن، تهدید در آزاده بودن، در سربلندی هموطنان ما و شما در بدخشان دیدن، نه اینکه مثلا تهدید در زبانشان. و حالا میخوان که بشکنن، چون دیدن که اینا سرکشن، میخوان مثلا در برابر بی‌عدالتی قد علم کنن. خب ما شما که میدونیم خودکامه وظیفش همین است که مردم بشکنن تا بتونه حکومت بکنن. راه دیگه ندارد، اون فقط در دل مردم با شکستن ترس ایجاد میکنن و حکومت میکنن. نظام خودکامه همین است. در فرق نداره اون در اینجا است، در هر جای دیگه است. در جاهای دیگه مثلا دیگران رو میخوان امکان، یعنی که گویم که با سرکشی هایی که دیگران، سربلندی هایی که دیگران دارن یا آزادگی های دیگران، اونا رو میشکنن. اینا هم میشکنن اما دیر دوام نمیکنند. به هر صورت این مردم بدخشان یا که مردم پامیر فرق نمیکنه، هر چی میگه نامش، هر کس مثلا هر چی دلش میخواد بگو. برای من اونا برادرای منن، خواهرای منن. اینا تا این قدر سالها توانستن زبانشون رو نگه دارن. من مطمئنم هر قوم، هر گروهی که با اون زبان لالایی دارد اون گم نمیشه. حتما دنیا دیگر از اون زمانی که مثلا زبانها رو با اجبار گم کند و نابود کند گذشت. حالا دیگه اینستیتوت اگر اونو در اونجا شکستن، میشه در اینجا ما و شما اگر همت کنیم مرکز پژوهش زبانهای پامیر تشکیل کنیم. کاری شدنی است. منظور سلامت باشید. ببخشید من یکم پر حرف کردم. بهترین آقای ظفر، بهترین حرف گفتید. واقعا استاد کبیری شما چی میگفتنی بودید؟ بله دیگر ظفر اون چیزی که من میخواستم اکثرش گفت. فقط یک نکته این است که اولش این نکته
این پیشنهاد به خود سلیم جان که همین موضوعی که الان این قسمت آخر شد درباره اقلیت های اون قسمت صحبت هایی که علیم داشت، ظفر داشت که اقلیت قومی، ملی، زبان های پامیری و هویت ها، من پیشنهاد دارم که یک صحبت الهیده در این باره شد، چون این کمتر موضوع استقلالیت ما رفت به سمت دیگر، اگرچه این هم یکی از زیر موضوع های همین روند استقلال خواهی ما هست، اما چون اونقدر موضوع دامنه‌دار هستند که ما اگر شما هر هفته هم یک میز گرد هم که تشکیل کنید حرف برای گفتن است. شخصا خودی من در همین موضوع زبان ها، اقلیت ها و مناسبت ما قسم اکثریت با اقلیت های مذهبی، زبانی و قومی چگونه است گفتنی های زیاد دارم و باید که اینا گفته شوند و شما این تشکیل کنید. اما ببینید علیم یک اشاره داشت فقط به خاطر همون که یک همه موضوع خدای نکرده کج فهمیده نشود. بله، اون افراطگراهای دینی به گفت علیم در سرکوب کردن نه تنها افراد بلکه حتی همون حادثه‌های دهشتناک پامیر هم حتی یک مقدار نگویم که تفاهم با حکومت نشان دادن و حتی بعضا نگفتن که اونا یک خطر دارن، چون از لحاظ مذهبی واقعا یک افراطگرا مذهب دیگر رو برای خودش خطر می‌بیند. یک افراطگرای سنی 100% که مذهب‌های دیگر رو خطر می‌بیند و شاید بدش نیاید که رقیب مذهبی او خاص ظالمانه یا مظلومانه سرکوب شود. و اما در همین مسئله متاسفانه نقش افراد یا گروه‌هایی که به دین هیچ ربط ندارن، حتی دین ستیز هستند اما افراطی‌های قومی و ملی هستند، در تحریک حکومت برای زندانی کردن همون چهارشنبه، برای سرکوب کردن پامیری‌ها چی در مسکو چی در داخل تاجیکستان کم نبود. من حتی میترسم که از نقش افراطگراهای دینی نقش افراطگراهای یا اون همون ملتگراهای دنیوی بسیار هم تنوری ما بیشتر بود، چون من اینا احساس میکردم در صحبتاشون و اینم یک مسئله بسیار ریشه‌دار هست که باید در یک صحبت‌های بسیار هم آرامانه ریشه‌کاوی شود، در این باره گفتگو شود. و من اگر حالا چون وقتمون هم خیلی رفت، چون فرمت این صحبت شاید اجازه ندید که از این بیشتر صحبت کنیم، اما اگر برگردیم به همون موضوع استقلال خواهی، حالا سوال اساسی ما باید این باشد که واقعا این ما باید تحلیل کنیم که در حال حاضر استقلالیت همچون ارزش، نه همچون یک واژه یا شعار، بلکه همچون ارزش چند درصد اهالی تاجیکستان اون را فرا گرفتن، در خود هضم کردن و اون را درست شناختن که استقلالیت چی است؟ استقلالیت فردی، استقلالیت ملی و استقلالیت دولتی. ما اینا باید تحلیل کنیم و ببینیم که در کجای کار قرار داریم، چون رسالت نخبگان فرق ندارد اون نخبه در حکومت است، در مخالفت است، بی‌طرف است، این هست که اون مشترکات عمومی را باید که حفظ کند، به مردم انتقال بدهد. و من فکر میکنم که حالا تحلیل من این است، شاید خطا کنم، که هنوز هم استقلالیت را همچون ارزش اکثریت اهالی تاجیکستان، حتی اون کسانی هم که در سطح حکومت یا جامعه هستند، امروز شعار استقلالیت را بلند میکنن و با دهان پر، اونا هم این را همچون ارزش قبول نکردن، هضم نکردن، همچون شعار استفاده میکنن، زیرا این شعار با آنها امتیاز داده ایستاده است. من حالا نام نمیگیرم به خاطر آنکه به احترامی نشد، چون استادی من است. در سالهای همون که استقلال خواهی، ایشان دکن یکی از فاکولتیت ها بود. بعد وقتی که اون رفرندوم شد ما رو دعوت کردن در صحبت نزد رکتور طاهر فاضلوف، خدا رحمتش کنه، رکتور بود، چند دکن و چند تا از رهبران حرکت دانشجویی که برای رفرندوم، برای رأی دادن به ما دانشجوها رو تشویق میکردیم که بر ضد اتحاد شوروی رأی بدن، برای استقلالیت و همون 4% که علیم با اون اشاره کرد. حالا من یک بلوتن پرتافته بودم اما تشویق میکردیم و رهبران این حرکت دانشجو رو دعوت کردن. ایشان هم این استاده که امروز واقعا درباره استقلالیت صحبت میکند، صحبت‌های خیلی خوب دارد. من امیدوارم که صمیمانه است این صحبتاش
در همون جلسه نزد رکتور دعوت کرد ما را. با من گفت که تو استیپندیای لنینی میگیری؟ گفتم بله. گفت صدقه استیپندیای لنینی شوی. نمک لنین و همون پولی که به نام لنین میگیری استیپندیا تو را کور کند میزند. و خیلی صمیمانه میگفت چون جزئی همون سیستم بود. و امروز حالا کاملا شعارش و گفتمانش دیگر شده است. من از خود سوال میکنم که چون اون وقت خیلی صمیمی بود، آیا همین نفری که الان عضو نخبگانی حالا بگذار سال خورده هم باشد ولی در صحنه هست، آیا واقعا خودش در داخل خودش یک تغییرات با وجود آورد؟ واقعا استقلالیت را که اون زمان علیه استقلال خواهان مبارزه میبرد خیلی صمیمانه امروز همچون ارزش پذیرفت؟ یعنی این باید موضوع صحبت‌های ما باشد و واقعا کسانی که این را همچون شعار استفاده میکنند باید که در جامعه ما معرفی کنیم که نه، جامعه گل فریب اینها را نخورد و امروز هم باید چهره اینا آشکار شود اگر واقعا احساس کنیم که اینا دارن از استقلالیت همچون شعار سوء استفاده میکنند. باشد استاد، بله من درباره اون سپارش که یا تکلیف که باید درباره اقلیت‌های قومی و دیگر در موضوع زبان یک برنامه علاوه تشکیل شود این در فکرش هستیم، اگرچه ما یک برنامه خیلی خوب درباره زبان‌های پامیری با دکتر شیرعلی غلامعلی گذرانده بودیم. خیلی صحبت جالب بود و باور دارم چنین موضوع حال باز بررسی میکنیم. درباره عیناً همین زبان‌ها رفت و درباره استقلالیت اینا بینید که استادان عزیز یکی از نشانه های استقلالیت اگر ما گیریم که دولتداری، نظام دولتداری، سرحد دیگر و دیگر، اما اینا بینید که ما ملت ما وقتی که حاضر هم اگر ما گوییم که ما باید به حرف الفبای ملی خود، الفبایی که مال خودمون هست برگردیم، خیلی از افرادی که پرچم استقلال را برداشتن زید میبرند. گویا که این برگشت به استقلالیت ضربه میرسانده باشد، یعنی خلاف استقلال بودن یک کشور باشد. به نظر من این برگشت به حرف فارسی و عموما نام نهادن زبان خودمون فارسی خیلی از سیاستمداران و عموما پرچمداران استقلال در حراسند که هم از زبانشان نام گرفتن و هم از الفباشان گرفتن. حالا من یک چنین سوالی که حالا استاد کبیری برای خودشان پیش گذاشتند و جواب گفتند، من در ذهنم یک سوال بود با آقای علیم در یک مطلب. حالا وقتی که اینترنت رو گفتم و خواندم در یک مقاله هست، حالا مقاله رو پورا نخواندم اما در سرلوحش آمده است از حرفای علیم شیرزمان: کشوری مستقل را شهروندان مستقل میسازند. اکوی علیم اگر خطا نکنیم در آزاداندیشان بفرم نشر شدگی است. این باید این چی صحبت با شما شدگی است. با همین جمله رو کمتر شرح ندادید که یعنی کشوری مستقل را شهروندان مستقل میسازند. استادان بزرگ واقعا وقت ما هم خیلی از وقتش گذشته شد اما این موضوع خسته نمیکنه آدم. فرضاً خسته نیستم و هرچی گفتنی داشته باشید و در اون مثال میخواهید گویید مرحمت، یگان مشکلی نیست. اکوی علیم به شما سپاسم. سلامت باشید. این گپی که در کجای گفته باشم این گپ من نیست و من این ایجاد کردگی نیستم. در همین صحبت برادران ظفر محیدین هم گفته بودن چندین بار که استقلال فکری. ببینید اگر دانشجوی در تاجیکستان، آموزگار در مکتب تاجیکستان به خود اجازه نتید یا دو ملای در منبر به خود اجازه نتید که نظر انتقادی در این یا آن موضوع تاریخی، فرهنگی، فلسفی داشته باشد، یعنی نظر انتقادی. امروز که در تاجیکستان مثال مفهوم استقلال در یک چارچوبه در آورده شده است، مفهوم خب مراسای ملی
در یک چارچوبه در آورده شده است. مفهوم مبارزه سالهای 18-20 که اون رو بوسمچیو میگوییم در هنوزم او یعنی یک در چارچوبه در آورده شدند و اگر دانشجوی از این چارچوبه بیرون آمدن نتواند نخواهد به خاطر آنه که به خاطر از همین چارچوبه برآمدن استادش به او بهای غیر قناعت بخش میماند، چون که استادش جانبدار سرسختی همون یعنی استعمار تفکر استعماری دارد. آموزگارش اکثر آموزگارش در دانشگاه یعنی آنها هنوز هم بوسمچی را بوسمچی میشناسند و کورنمکی نسبت شوروی را کورنمکی میدونند و این رو به یک مذهبی حتی تبدیل دادن که این یک چیز است، یک کفر است در مقابل روسیه یا شوروی سخن کردن. و دانشجوی اگر از همین ترسیده همون یعنی چیز نظر انتقادی خود رو در یک کار دیپلمیش کار نمیدونم چیزیش آوردن بترسد و تاجیک تا همین روز من یاد ندارم تاجیکی را که در دوران شوروی چون این یک اعتراض یک نظر انتقادی خود را گفته باشد و برای همین هم ما امروز از طاهر عبدالجبار تعریف میکنیم که کمترین از کسانی بودند که همین جرأت را داشتند، یعنی یکی از کمترین کسانی بودند و تا به همین روز هم چنین انسانها را ما پیدا نمی کنیم. ببینید نه همه نظر انتقادی داشته ها را به زندان میبرند، شاید از دانشگاه برانند، شاید بهای غیر قناعت بخش بگیرد، شاید از وظیفه آزاد کنند، شاید عنوان نامزد علمی را صاحب نشود، لیکن اگر او از نظر انتقادی خود نسبت این یا آن حادثه حمایت کرد و آن را به همرسانه‌ای کرد برای من و شما و ما درک یافتیم رنگی که همان برادرمون که بود همون طبیبی که زندانی شد و همراه او باز یک برادر دیگر ما عبدالقادر زندانی شدند و خاطری نظر ابراز نظرشون یا روزنامه‌نگاران زندانی که اخیراً زندانی شدند باور کنید که اونها باز طاهرهای عبدالجبار ثانی می شوند، چون که نفرانی بودند که به خاطر نظرهای خود زندان شدند و چون این نفرها باید امروز هم نهراسیده ناوابسته به همان رژیمی که جاری شده است باید ما نظر انتقادی داشته باشیم. اگر دانشجو نظر انتقادی نداشته باشد او دانشجو نیست، اگر عالم نظر انتقادی نداشته باشد او عالم نیست و اگر نظر انتقادی اگر فیصدی دانشجویان دارای نظر انتقادی کم باشد البته که این ملت ارزش مستقل بودن رو ندارد، چون که اگر استقلال یافت تعداد به گفت زبان وزرای تاجیکی تعداد خوب چه میگن کادرهای لیاقتمند در این دولت صاحب استقلال خیلی کوسته است. همون نفرایی که استعمار زده اند و یکی در برایشان با بالای سرشون استقلالیت غلطیدن آمدیم به کجا و اگر امین استقلالیت که من و شما حاضر میخواهیم و روز به آن دست یابیم و
باز هم شهروندا همون شهروندا باقی مانند، دانشجویا همون دانشجوها باقی مانند، عالم ها همون عالم ها باقی مانند. حتی اگر یک انعام آسمانی به ما در صفت استقلال ملی برسد، ما باز استقلال دولتی را پیدا نمی کنیم، چون که شخصیت های مستقل نداریم. سلامت باشید دکتر علیم. استادان عزیز، وقتی ما هم قریب که به آخر رسیدی استاد، اگر هر گفتنی در آخر داشته باشید مرحمت. اکوی ظفر سخن به شما اگر گفتنی داشته باشید در آخر برنامه مرحمت. خب در همین موضوع مباشرت با این موضوع اگون حرفی نگفته مونده باشه. مورد این که محیدین اشاره کردن باید که ببینیم که شخصیت ها یا که افراد من در مجموع مردم در استقلال چجوری پذیرفتن، آیا همچون ارزش پذیرفتن یا نه. اون یک از استادشون هم اشاره کردن. فکر میکنم آدم همون وقت هم واقعا هم صمیمی نبود، امروز هم صمیمی نیست، بظاهر شاید صمیمی است. این گونه آدمایی که مثلا چی میگن چاپلوس گونه مثلا بگیم، یا که خوش خدمت، خیلی در حقش به احترامی نشود، خوش خدمت ها همیشه هستن در همان نظام ها، اونو جایگاه دارن، اونو کارشون پیش میرود، هیچ مشکلی هم ندارن و زیاد دنبال استقلال هم فکر میکنم نیستن، چون اون گونه ها دنبال استقلال فکری نبودند نیستن. و این که علیم اشاره کردن که واقعا باید که معلم در مکتب، استاد دانشگاه در دانشگاه، دانشجو در دانشگاه، یا هر نفر از ما و شما در هر موقعیتی که قرار داریم باید که استقلال اندیشه داشته باشیم. و اشاره کردن به استاد عبدالقادر رستم و خالق زاده که به خاطر اندیشهشون زندان شدن. در هر صورت نظام‌های خودکامه نمی‌خواهند هیچ موقع که انسان‌ها استقلال فکری داشته باشند، اما هر موقع که آدم‌ها آزادی برایشان ارزش شد و برای این ارزش حاضر باشند که حتی تا پای جان برن، بله اون موقع اون ملت واقعا ملت آزاده است. ببینید البته اینجا نخبه‌ها باید کار بکنن ظاهراً، اینه که واقعا وقتی یه نفر در خودش مواد ترکنده میبندد میرد به خاطر کدام یه اندیشه‌ای که مثلا بگیریم پیش راه فلانی ها را باید بگیرد، میرد خودش میترکاند، یعنی براش همون چیز ارزش است، یعنی فقط براش گوشش خواندن که دیگه اون یک باطل براش ارزش شده، رفته خودش کفونت فکر میگه تو مثلا بگیریم گویا بهشت میرد که حال معلوم نیست، شاید در دوزخ هم اتون راه نتین اینجوری آدم را، حالا چی برای با بهشت. حالا وقتی اینطوری میشد با ارزش ساختن یا که همون مفهوم ها را یا که ارزش ها را مثلا با توجیه کردن برای انسان ها، اونا همچون ارزش قبول کنن و پاش بیستن، بله برای راستی، برای نیکی، برای درستی، برای عدالت، نمیدونم برای آزادی، این ارزش های عمومی بشری که نه من فکر کردم نه شما، یعنی این وجود دارد، اینا باید تفهیم بشد. وقتی این چیزها ارزش زندگی آدم ها شد، اصول شد برای انسان ها، من مطمئنم که به موفقیت بیشتر میرسن و جامعه هم آزادتر خواهد شد. یعنی حکومت نمیتونه همه را، حتی اگر خیلی هم ظالم باشد، همه را برابر زندانی بکنه. وقتی اگر اکثریت سن 10 نفر 20 نفر 30 نفر رو یکی دارن میگن زندانی میکنن و بدبختانه روشنفکرای ما، حالا مثلا اگر جای آمدن گویم که یعنی روحانی را بازداشت کردن، اون روحانی به من چی؟ وقتی مثلا یا روشنفکر آمدن بازداشت کردن یا روحانی میگه به من چی؟ حالا ما تبر که روی سر ما نآمدن تا تبرات کنده است، همه تبر ما کنده، متاسفانه ما منتظریم که تبر روی ما بیاد، ما میاسویم تا آمدن تبر. حتی حالا چون جاش اومد یه نفر وقتی که استاد عبدالقادر رستم و خالق زاده را بازداشت کردن، در همین فیسبوک نوشت که خوب شد.
حالا خودش بازداشت است. من اصلا نمیخوام دشمنم تو بازداشت شد، مخصوصا با این اگر جرم کرده برادر من مثلا اگر جرم کردم بازداشت هم مشکل نداره، اما وقتی که با یک تهمت اصلا بی بنیاد یه نفر مثلا بازداشت میکنن، این بد است، خیلی بد است، نباید اینجوری بشه. اما اون آدم خوشحالی میکرد از بازداشتنی یک همپیشش، مثلا یک همشهرش، یک هموطنش، یک شهروند کشور همزبانش نوشته بود خوب شده است، سه هم علامت خطاب داشته نوشتهش. من منظورم این که ما متاسفانه همینجوری جامعه داریم، جامعه دیگه هم نداریم. اما این چیزی که من میگم معنیش این نیست که از این جامعه ما دل بکنیم، نه، ما با همین جامعه باید بسازیم و ارزش هایی که هست تا جایی که هر کدام ما و شما در هر جایی که میتونیم باید تفهیم بکنیم و مردم براشون آزادی، استقلال، نمیدونم نیکی، درستی، راستی، عدالت باید که ارزش باشه، ارزشی که تا پای جان براش آدم بیستد. سلامت باشید استاد ظفر صوفی. واقعا حرفایی که گفتید باید که باش تحمل کرد. حالا سخن آخر را به استاد کبیری میدادم، در برابر حرفشان یک سوال داشتم. استاد حاضر بعد از این حرفای اکای ظفر در ذهنم چنین یک سوال آمد که بله ما مثال هر یک نفری ما که در حالا در مخالفت قرار داریم، اگر از خودم رو مثال میگیرم، از خودم از بحر همه چیز گذشتیم. مثال یعنی که من برای چی خودم رو میگم، چون که همه اینجا بودگان و دیگر برادران که در مخالفت هستن همه مثل من، ما همه یک میدانیم. نزدیکان خود را از دست دادیم، برادرانمون در زندان است، اموالمون مثال مصادره است، دیگر و دیگر، همش به خاطر ما که ما استقلالیت خود را از دست ندیم. برای که مستقل بودن خود، آزاد بودن خود را نگاه داریم، همه این چیز را قربان کردیم و تا حالا قربان کرده ایستادیم. حالا میخواستم از شما همچنین یک راهبر سیاسی، راهبری که پیمان ملی را مثال یکی از ائتلاف‌های پیش صف، یکی از میتوان گفت که از مخالفانی که بحث همه بیشتر با نظام امروزه مخالفت دارد و آن را آشکارا میگوید، از راهبر چنین یک ائتلاف پرسیدم که ما چیکار باید کنیم، هر یک نفری ما از نگاه سیاسی چی باید کنیم تا این مردم اصل واقعیت آزادی و استقلالیت را درک کنند و برای این کوشش کنیم که همین آزادی استقلالیت واقعی در دست داشته باشیم، هم شخصی، هم ملی، هم دولتی. چیکار باید کنیم؟ مردم، ملت، عموما هر نفری که به سیاست و به فرهنگ و به هر چی در جای کارش خیلی که بزرگان گفتن، دانشجو، معلم، طبیب، خانشین، همه چیکار کنیم؟ نظر شما مرحمت استاد. و با همین بسیار سوال دشوار است. من فکر نمیکنم که در این یک صحبت کوتاه به این سوال شما من جواب داده میتونم. ببینید ما یک کمبودی داریم سلیم جان، شخصا خود من و بسیاری از کسانی که مثل من فکر میکنن در این جامعه تاجیکستان هستن، کمبودی ما در اون است که اونقدر تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفته ایم و اونقدر در ما توانستن حس خودکمبینی را به وجود بیارن که قریب به این باور رسیدن یک قسم زیاد از همفکرهای ما، هم تقدیران ما که واقعا ما به این ملت، به این وطن در مقایسه با دیگران حقی کمتر داریم و ما را در وقتی که بلشویک آمدن، حالا نمیگم که شخصا مرا، بابای مرا، پدری مرا، باباهای دیگران را که مثل ما فکر میکردن، کلا کردن، وسیلکه کردن، کشتن، دشمن اعلان کردن، باسمچی اعلان کردن، بزرگترین ضربه جسمی، فرهنگی، ارزشی، اعتقادی را به ما زدن، تمام مالکیت را گرفتن و یک گروه را به قدرت رساندند که اینا در خدمت استعمارگران بودن، در خدمت کسانی بودن که وطن و ملت و دین و تمام هویت ما را غصب کردن، دیگر کردن. و امروز بازماندگان همون اصطلاحگران، فرزندان معنوی آنها، باز ما و شما، کسانی که مثل ما و شما فکر میکنن، ما را یا عرب زده میگوین، یا
فروخته شدگان خواجه خارجی میگویند یا خائن میگویند و همون دقیقاً با همون منطق ولی با شعارهای دیگر که در سالهای 20 و 30 زمان بلشویکی علیه پدران و بابای ما استفاده می‌بردند، امروز علیه ما استفاده برده ایستادند تا اینکه خودشان را نسبت این وطن، این ملت، این استقلالیت از ما و از تمام کسان دیگر که برای این استقلالیت واقعا جان دادن، مالکیت دادن، پدر و بابا را از دست دادن، همه چیز را از دست دادن، در برابر اینا با هم کوتاه بیاییم، هم حسی خودکمبینی داشته باشیم و هم در خودمون فکر کنیم که ما در کجا اشتباه کرده ایستادیم که یک گروه تصادفی که تصادفاً توسط بلشویکا به قدرت رسیدن و امروز هم تصادفاً توسط خدمات جاسوسی روسا توسط کوچکوف به قدرت رسیدن، به خودشان اجازت میدهد که در ذهن صاحبان حقیقی این وطن، این سرزمین، این تمدن، این فرهنگ و این استقلالیت شک به وجود بیارد و این کمبودی بزرگ ما و همفکران ما هست که ما باید با افتخار با سری بلند بگیم که بله من مسلمانم، من نه عربم نه عرب زدم، بلکه دین مبین اسلام را محض ما پدران ما گذشتگان ما تبدیل از یک وحی الهی به دین سراسری و جهانی تبدیل دادند، اون را تبدیل به یک دین علم و فرهنگ و آزادی کردند و با این باید فخر کنیم. پدران ما برای این سرزمین جان دادند، هجرت کردند، تمام این دارایی خود را از دست دادند، محروم شدند و امروز هم فرزندان همون پدرها مهاجرند، در زندانند و یک گروه تصادفی، یک گروهی که نه در گذشته برای این ملت خدمت کرده است نه در امروزه میآید به یک در گذشته پدرانشان به ماها و به پدران ما لقب باسمچی دادند، امروز فرزندان آنها به ما لقب عرب و عرب زده و نمیدونم خواجه خارجی و طرفدار یهود و امریکا میزنند و اینا حکومت دارند. ما این را خیلی خاموشانه داریم قبول میکنیم، درباره استقلالیت درباره وطن کمتر گپ میزنیم و من فکر میکنم که اون طرف دارد کار خود را خیلی ماهرانه حرفه‌ای انجام داده ایستاده است، با اون تجربه دارد، با اون بیرویی و بیشرمی که دارد بدون کدام مرزهای اخلاقی. ما آیسته آیسته داریم در تاجیک بودن، در وطن دوست بودن، در صاحب این وطن بودن خودمون شک کرده ایستادیم. ما باید هر چیز زودتر، والا فرق ندارد ما اپوزیسیا هستیم یا نیستیم، این کمبودی را در خود اصلاح کنیم و این ارزش ها را که آنها به شعار تبدیل دادن از دست آنها بگیریم، درباره ملت، دولت و از همه مهمش از مسلمان بودن خودمان نه تنها شرم نکنیم بلکه آن را با فخر بگیم. چرا؟ برای آنکه بله گذشتگان ما در گذشته قبل از اسلام قسم زردشتی بود، قسم بودایی بود، قسم گرایش به مذهب و دینهای دیگر داشتند و هیچ کس گفتن نمیتواند که ملت امروزه تاجیک سراسر همشون قبل از اسلام زردشتی بودند. بازیافت‌های ارخئولوژی اثبات میکنن حتی همون بودای خوابیده در تاجیکستان که پیدا شد بیانگر آن است که تا دین مبین اسلام یک بخش از ملت ما بودایی بود، بود پرست بود، یک بخش دیگر به ادیان دیگر حتی به مانوی اینها گرایش داشتند. اما اونقدر در نتیجه تبلیغات، در نتیجه در مقابل هم گذاشتن اسلام با زردشتیت، تاریخ قبل از اسلامی با تاریخ بعد از اسلامی همان اونقدر ذهنها را خراب کردن که حتی در بخش از مردم ما ملت تاجیک یک احساسی خودکمبینی در برابر این آدمان و گروه های تصادفی پیدا شده است. این یک مسئله دیگر از لحاظ سیاسی. ببینید من فکر میکنم که ما بیایم یک کمی نگاهی منطقی و علمی به این مسئله داشته باشیم. من قبلا هم گفتم که استقلالیت فردی هست، یک انسان، یک شخص مستقل ریشه استقلالیت ملی و دولتی است. بدون انسان مستقل، چه او دانشگاهی باشد، چه ملا باشد، چه کشاورز باشد، تاجر باشد، امکان ندارد که ما و شما یک ملت یا دولت مستقل بسازیم. مرحله بعدی ببینید از این سه رکن بعضی ملت ها هست که انسان مستقل دارن، ملت مستقل هستن، دولت مستقل ندارن، مثل کردها، مثل فلسطینی ها و چندین ملت های دیگر. بعضی گروه هستن که افراد مستقل دارن، دولت مستقل هم دارن، بگذار
رسمی هم باشد به ظاهر باشد مثل ما تاجیک‌ها و چندی از کشورهای دیگری سابق شوروی، اما تبدیل به ملت مستقل هنوز نشدن. باید اینو اعتراف کنیم. و از همه بدتر این که استقلالیت همچون ارزش تبدیل به شعار شده است، در دست این گروه تصادفی افتیده است. اینها چیکار میکنن؟ به یک شهروند تاجیکستان امروز میگن که بله درست است که تو نان نداری، جای کار نداری، مهاجر هستی، شرایط خوبی زندگی نداری، برق نداری، اما فراموش نکن که تو دولت داری، فراموش نکن که پرچم داری، فراموش نکن که پیشوا داری. در صورتی که ملت کرد نه پرچم دارد، نه دولت دارد، نه پیشوا دارد، نه پرزیدنت دارد، عضو سازمان ملل نیست. 40 میلیون کرد تلاش کرده ایستادند. نمیبینید که فلسطین برای داشتن دولت چقدر قربانی داده ایستاده است. شما شکرانه کنید که دولت دارید، پرچم داریم، پایتخت داریم، کنستیتوسیون داریم، پیشوا داریم. خب اگر نان نداری و جای کار نداری و آزادی نداری و انتخابات آزاد نداری، پس این مشکلی نیست. کوشش کن که حالت به حال کرد و فلسطینی و سومالیگی و لیبیایی نزدیک نشود. این نتیجه انا همون تبلیغات و پروپاگاندا و ذهن سازی هست که در قسمت فرهنگ سازی ما و شما را، صاحبان اصلی این ملت و هویت و این استقلالیت را، به یک کنج خانه فرستادن که در اونجا باید که محدود شویم. از طرف دیگر دارن در شکل وسیع‌تر ملت تاجیک را ذهن سازی میکنن که خب بله ما حداقل از این استقلالیت پرچم داریم، اما در زمان امروزه شما تصور کنید یک انسان مستقل باید نیازهای اولیش برآورده شود، وگرنه او نمیتواند مستقلانه فکر کند. ما این سوال شما که در همچین یک اپوزیسیا یا پیمان ملی تاجیکستان چیکار در این زمینه کرده میتوانیم، من فکر میکنم که قدم اول این شکستن این ذهنیت سازی های دروغین هست. ما باید کار فکری و فرهنگی رو بیشتر کنیم تا اینکه بعد در داخل تاجیکستان یک همفکر پیدا کنیم. همون طوری که در صحبت اول دوستان اشاره کردن که استاد طاهر عبدالجبار با مجموعه دوستانش 10 نفر بودن تبدیل به 20 نفر و در رفراندوم تبدیل به 4% ملت تاجیک شد. یعنی در دوام 3-4 سال این فکر استقلال خواهی و استقلالیت رو در کردن رشد کرد. ما هنوز کار زیادی فکری نکردیم، بیشتر کار سیاسی داریم میکنیم، بیشتر کار اپوزیسیونی داریم میکنیم. رحمان بد است، رحمان دزد است، باید که عوض شود، فرزندش نبیاد، همین. اما با اون تاجیک جوان، تاجیکی که واقعا تشنه فکر تازه هست، ما بغیر از همین شعارهای سیاسی دیگر چیزی ندادیم. من پیشنهادم این است که حداقل حالا همه امامونه باشد، ما کار سیاسی رو ادامه میدیم، اما در پهلویش کار فرهنگی و فکری رو باید بیشتر کنیم. همزمان از این دوستان فرهنگی فکری که زیاد گرفتار کارهای سیاسی نیستن، تشکیلاتی نیستن، با اینها مثل همین نشستی که امروز داریم همکاری بیشتر باید شود و واقعا در نزد ملت ما قرضدار هستیم. نباید از ملت شکایت کنیم که چرا با ما هم فکر نیست، برای اینکه ما با ملت، با نخبگان جوان ملت کار فکری زیاد نکردیم. من فکر میکنم که یکی از مسئولیت‌های ما در آینده نزدیک باید همین باشه. خیلی خوب گفتید استاد، سلامت باشید. از همه شما حاضرین گرامی، استاد ظفر صوفی، علیم اکوی علیم شیرزمان و استاد کبیری، از همه شما خیلی منتدارم که تکلیف ما را قبول کردیم، امروز در برنامه اشتراک کردید. خیلی با امید هستم که مردم از این گفته‌های ما، از صحبت‌های امروزی ما و شما چیزی برای خودش گرفته باشد و در آینده این خیلی صحبت‌ها، این خیلی نشست‌ها بیشتر تشکیل کنیم. از همه شما یک بار دیگر منتدارم. خوش آمدیدتان. خداوند نگهبان شما باشد. هر یک شما را منتدارم. دوستان عزیز، سلامت باشید. علیم ظفر خیلی استفاده کردیم. سلیم جان تشکر. موفق مایه باشید. موفق باشید. خداوند نگهبان تو باشد استادان. تا وقتی که شما بزرگان هستیتان، این مردم واقعا از شما میخواهد یک الگو، یک چیز نو باید از شما بگیرن مردم. این را باید شما درک کنید که شما مسئولیت دارید در طرف این ملت و مردم. هر وقتی که دعوت میکنیم عیناً برای همین است، چون مردم باید، مردم حق دارد
این خیلی کار گیم عادی کاره مردم از شما حق دارد که چیزی گیرن. سلامت باشید. سلامت باشید. خداحافظ. خداحافظ. دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، امروز این موضوع ما که بررسی کردیم همین بود. واقعا در این از درستا می شود ساعت ها گپ زد. این موضوع استقلالیت، موضوع مستقل بودن خودش نامش یک کلمه باشد هم، اما در این ساعت ها و روزها گپ زنیم. این چند جزها، چند گفتی گپا، شعبه ها و چیا دارد، گفتنی های بسیار دارد در این موضوع. ما حرکت میکنیم حداقل هر هفته نباشدم به این موضوع برگردیم، باز برگردیم به هر یک بهانه درباره بزرگانی که در این راه به شهادت رسیدند و از آنها باید صحبت کنیم. از بسمچیانی که حالی در زیر ناخنک بسمچیان میگیم، آنهایی که واقعا قهرمانند برای حمایت از این مرز و بوم و دین و خانه و در خود به دست سلاح گرفته به میدان برآمده بودند، از آنها باید ما یادآور شویم. از آینده باید گپ زنیم، از گذشته گپ زنیم، از امروزه گپ زنیم. موضوع ها گفتنی ها بسیار است. البته من امیدوارم که در موضوع های آینده، در برنامه آینده ها نیز شما ما را پیگیری میکنید. حالا در ابتدا هم نگفتم، حالا میگم که با آبونه شدن و شرح و فکر و نظرهای خود را در کامنت ها نوشتن فراموش نکنید. غیر از این کانالی که پیمان لایو در این یوتیوب هست است، ما در دیگر شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام و تیک تاک و دیگر ها هم هست است، فیسبوک و اینها با نام پیمان لایو ما صفحه ها داریم، اونجا آبونه شوید. حالا همین برنامه که امروز شد بعد با یک قسمت های کوتاه تقسیم شد در همون اینستاگرام و تلگرام و تیک تاک می رود، آنها را نیز تماشا کنید. بین همدیگر این موضوع ها باید گفته شوند و ما همیشه در ما باز است برای نفرهایی که میخواهند بیان اشتراک کنند. هر از نفر از زیایان، از سیاستمداران فرق ندارد، در پیمان هستند، بیرون از پیمان هستند، مخالف هم موافق هم فرق ندارد. از همین تاجیکستان هم در ما باز است تا بیایم شینیم صحبت کنیم و حل مشکل را، راه حل مشکل را پیدا کنیم. باقی خداوند نگهبان هر یک شما باشد، به خاندان شما، به دسترخوان و به مال جان شما خداوند فیض و برکت دهد. السلام علیکم و رحمت الله. وطن بر جلال و بشانت قسم، به پاکی رودی روانت قسم، به کوه و به دشت و به دامان تو، به مرغی بلند آشیانت قسم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را به پایت کنم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. ما باید برای به دست آوردن استقلالیت دولتی تاجیکستان تلاش بورزیم و من فکر می کنم که این یک نهضت مردمی که نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام جمهوری های سابق شوروی، تمام خلق های سابق شوروی خاص بودن. همه اونها برای این تلاش کردند و امروز هم خلق های سابق شوروی، تمام جمهوری ها در همین مرحله قرار دارند، یعنی مرحله به دست آوردن استقلالیت دولتی و ایجاد یک دولت مستقل ملی. بهر برگ تاریخی زارین تو، به نام آورانی زمانت قسم، به ختلان و بلخ و بدخشان تو، به خوجند و هم زرفشانت قسم، به پیرانی با علمکانی حیات، به فردای نسلی جوانت قسم، قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن.
این کشور مال همه این ملت است. ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، روس دارد، قزاق دارد، ترکمن دارد، ملت کمونیست دارد، اسلامی دارد، ملت لایق دارد، دنیوی دارد، همه چیز دارد. هر کس که به مقابل آرمان‌های کسی دیگر برای سد راه شدن اون کاری میکند یا نمیخواهد که این کشور از ملت آرمان‌های خود را آزادانه تطبیق کنند در حیات، این دشمن این ملت است. وطن ای مادری از طاقتی تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته، زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، به جای عاشقانی غره مرگ و شعر مرگی تو، بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بگنجی گوهر باری پاکیزت، بجانت 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 قسم، بهر برگی سرخی گلی لالت، به آرمانی خوش خفتگانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را بباید کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را بباید کنم. قسم قسم بنامت قسم ای وطن، وطن وطن بنامت قسم ای وطن. قسم قسم بنامت ای وطن، قسم قسم بنامت ای وطن. ما اینجا نشستگان فرزند اوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد. ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود. قسم قسم